أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنام الله بخشاینده و مهربان. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ای پیامبر، از الله بترس، یعنی فرموده هایش را بجا آر و از من کرده هایش دور باش تا مؤمنان از تو پیروی کنند، زیرا آنها به پرهیزگاری از تو هم احتیاجمندتر هستند. و به کافران و منافقان اطاعت نکن، هر آینه الله به همه چیز دانا است و در امر و تدبیر خلقش با حکمت است. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. به هرچی از پروردگارت به تو وحی می شود، یعنی از قرآن و سنت اطاعت کن، البته الله به آنچه می کنید آگاه است و هیچ چیز از او پوشیده نیست. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. و بر الله توکل کن و همه امور زندگیت را به الله سپار، زیرا الله حافظ و بسنده است برای شخصی که بر او توکل کرده و به سویش بازگشته است. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله برای هیچ کس دو دل در درونش قرار نداده است و الله هیچگاه زنانتان را که با زیهار مادر خود می‌خوانید مادرانتان قرار نداد و پسرخواندگانتان را فرزندتان نساخت، زیرا این دو عمل هیچگاه در تحریم ابدی حقیقت شده نمیتواند. اینها سخنانی است که از حقیقت بیرون است، به زبان میگوید و الله حق میگوید و اوست که برای بندگانش راه می نماید. معنای زیهار در جاهلیت مرد زنش را می گفت تو برای من همچون مادرم هستی، یا می گفت پشت تو همچون پشت مادرم هست و این در جاهلیت طلاق دانسته می شد. الله تعالی بیان کرد که هیچگاه زن همسر مادر به حساب نمی رود و این حکم را بیکار کرد. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. پسرخواندگان را به نام پدرشان بخوانید که در نزد الله موافق انصاف است. اگر در حقیقت پدرشان را نمیشناسید، پس آنها را به نام برادر دینی که بین شما جمع می آورد بخوانید، زیرا آنان برادران دینی و موالی یعنی غلام های آزاد کرده شما باشند. اگر پیش از این خطای کرده اید باکی نیست مگر آن که به قصد دل کند و الله آمرزنده خطای بنده است و به توبه کنندگان مهربان است. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مؤمنان در امور دین و دنیا از خودشان اولاتر و سزاوارتر است و حرمت زنان او به مانند حرمت مادران مؤمنان هستند. پس بعد وفات رسول الله نکاح کردن زنانش روا نیست و در کتاب الله خویشاوندان نسبی در میراث بردن از مؤمنان و مهاجران به یکدیگر سزاوارترند. یعنی در ابتدای اسلام مسلمانان به وسیله هجرت و ایمان میراث می بردند نه خویشاوندان. بعد از آن این کار به آیت میراث منسوخ شد. مگر آن که بخواهید به یکی از دوستان خود نیکی کنید و سهم از مال خود را به آنان بدهید. این حکم در کتاب الله در لوح المحفوظ نوشته شده است. یعنی این آیت دلالت بر واجب بودن آن می کند که مقدم داشتن محبت رسول الله بر محبت بنده از جانش و نیز پرره تسلیم شدن در طاعت او و نیز عزت و احترام داشتن مادران مؤمنان را یعنی همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی آنها را دشنام داد به درستی به هلاکت دچار گشته است. تفسیر طبری جلد 20 صفحه 210. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. و به یاد آر ای پیامبر آن هنگام را که از پیامبران پیمانی محکم و استوار گرفتیم و همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و از همه آنها پیمانی سخت گرفتیم که در ادای مسئولیت رسانیدن دعوت و ادای امانت و تصدیق کردن بعضیشان بعضی را کوتاهی نکنند و آنان از پیامبران صاحب عزمند. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. الله آن پیمان محکم را از اینها یعنی پیامبران گرفت تا پیامبران راستگوی را از صدقشان بپرسد برایشان چی جواب دادند قومشان. پس مؤمنان را پاداش جنت می دهند و برای کافران عذاب دردآور مهیا کرده است. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید از نعمتی که الله به شما در مدینه در غزوه خندق داده است یاد کنید. در هنگامی که لشکرها از خارج مدینه و یهود و منافقان از داخل مدینه بر سر شما هجوم کردند و ما باد را و لشکرهای را که نمی دیدید بر سرشان فرستادیم تا آنجایی که دیگ‌هایشان را برکند و خیمه هایشان را سرنگون ساخت. سپس دلهایشان را ترس فرا گرفت و الله به آنچه میکردید بینا بود و هیچ چیز بر او پوشیده نمیماند. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. به خاطر بیارید آن وقت را که از سمت وادی بالا از طرف مشرق و از سمت پایین از طرف مغرب بر شما تاختند. چشمها از شدت دهشت خیره شدند و جانها از شدت ترس به لب رسیده بودند و منافقان را ناامیدی فرا گرفت و به وعده الله گمانهای گوناگون می بردید. یعنی منافقان گمان می کردند که الله دینش را یاری نمی کند و کلمه و سخنش را به اتمام نمی رساند. تفسیر سعدی 1 صفحه 659. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. در آن لحظه دشواری مؤمنان امتحان کرده شدند و مؤمن از منافق معلوم گشت و با ترس و هراس سخت تکان خوردند تا ایمانشان معلوم شود و باوریشان زیاد گردد. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. و به یاد آرید زمانی را که منافقان و آنهایی که در دلشان شک و شبهه است می گفتند الله و پیامبرش جز وعده های دروغ به ما بمانند پیروزی و نصرت وعده دیگری ندادند، پس او را باور نکنید. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. و به یاد آور ای رسول زمانی را که گروه از منافقان گفتند ای مردم یثریب اینجا خیمه های بیرون مدینه جای باز ماندنتان نیست، پس به خانه های خود به مدینه باز کردید. و گروه از منافقان بهانه کرده از پیامبر رخصت طلبیدند و می گفتند در حقیقت در خانه های ما حفظ کننده نیست. خانه هایشان به حفظ کننده نبود بلکه دروغ می گفتند، می خواستند از میدان جنگ بگریزند. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. و اگر لشکری دشمنان از اطراف مدینه بر آنها وارد می شدند و خانه هایشان را محاصره می کردند، سپس پیشنهادی بازگشت به کفر و شرک به آنها می کردند، می پذیرفتند و جز اندکی برای انتخاب آن توقف نمی کردند. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا. با تحقیق این منافقان پیش از این غزوه خندق با الله یعنی به دست رسول الله پیمان بسته بودند که در جنگ به دشمن پشت نگردانند و در حال دعوت به جهاد درمانی نکنند، لیکن پیمان خود را شکستند و عهد و پیمان الله پرسش دارد و از آن عهد بازخواست کرده می شوند. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. بگو ای رسول برای منافقان اگر از مرگ یا کشته شدن در میدان جنگ بگریزید هرگز گریختن فایده‌تان ندهد و با آن عمرتان افزوده نشود و آنگاه از زندگی در دنیا جز اندک بهره‌مند نخواهید شد.
و این زندگی دنیا در برابر آخرت مدتی کوتاه است. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ای رسول، برایشان بگو اگر الله برایتان قصد بدی داشته باشد، کیست که شما را از عذاب او نگه دارد یا بخواهد به شما رحمت ارزانی دارد؟ کیست که شما را از اراده او نگه دارد؟ به درستی او عطا کننده، منع کننده، ضرر رساننده و فایده دهنده است. آن منافقان جز الله برای خود دوست و مددگار نخواهند یافت. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله می‌داند چی کسانی از شما مردم را از بیرون رفتن برای جنگ باز می‌دارند و نیز می‌شناسد کسانی را که به برادران خود میگویند به نزد ما بیایید، یعنی به محمد گوش ناندازید صلی الله علیه و سلم، که ما خوف میبریم هلاک شدنتان را و مگر اندکی به جنگ نمی آیند و اگر حاضر شوند هم فقط از برای ریا یا از خوف است که بدیشان آشکار می شود. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ای مؤمنان، به سبب دشمنی و بدبینیشان بر شما بخل می‌ورزند و چون زمانی ترس پیش آید ببینی که به تو می‌نگرند و چشمانشان مثل کسی که از سکرات مرگ بیهوش شده باشد تگاروی می شود و چون جنگ پایان یافت ترس از میان برود و می بینی که از حرص غنایم یعنی با غیری به زبان و تیز و تندی خود شما را برنجانند. اینها هرگز با دلهایشان ایمان نیاوردند، پس الله عملهایشان را نابود کرده است و این کار بر الله آسان بوده است. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. منافقان از بیم ترسشان گمان میکنند که لشکرهای احزاب، یعنی آنان که الله تعالی به شکست بد دچارشان کرد، هنوز نرفتند و اگر آن لشکرهای کافران باری دیگر به مدینه برگردند آرزو میکردند که این منافقان که کاش از مدینه غایب می بودند و در میان اعراب بادیه نشین می بودند و از اخبار شما می پرسند اگر هم در میان شما می بودند به سبب بسیار بزدلیشان جز اندک جنگ نمی کردند. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. در حقیقت برای شما ای مؤمنان در زندگی، در گفتار و کردار و حالتهای رسول الله سرمشق نیکویی است. برای آنان که به الله و روز قیامت امید دارند و الله را بسیار یاد می کنند.
پس شما سنت او را بر خود لازم گیرید و شکر الله را در همه حال بجا آرید. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما. و چون مؤمنان آن گروه ها را دیدند که اطراف مدینه را احاطه کردند، به یاد آوردند که نصرت الله نزدیک است. گفتند این همان چیز است که الله و پیامبرش به ما وعده داده است از امتحان و مهنت و نصرت. راست گفتند و این به آنان جز به ایمان و تسلیمشان نیفزود، یعنی ایمانشان به الله و عملشان و فرموده های او زیاد گشت. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. از مؤمنان مردانی هستند که به پیمان الله وفا کردند و در سختی و دشواری ها صبر پیشه نمودند. بعضی بر سر پیمان خیش در راه الله جان باختند یا بر صدق و وفا از دنیا گذشتند و بعضی چشم براهند یا نصرت یا شهادت و مثل منافقان هیچ پیمانشان را دیگرگون نکردند. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. تا الله راستگویان را به سبب راستی گفتارشان پاداش دهد و منافقان را اگر خواهد عذاب کند و پیش از مرگشان به توبه نسوخ موفق نشوند، پس بر کفر بمیرند و موجب دوزخ کردند، یا توبه آنها را بپذیرد و به راه ایمان هدایتشان کند. البته الله برای کسی که گناه بی‌حد کرده بعد از آن توبه نسوخ کرده است آمرزنده و مهربان است. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله کافران خشم گرفته را از مدینه ناامید کرد و باز پس گردانید. اینها نه در دنیا و نه در آخرت به هیچ غنیمت دست نیافتند و در میدان جنگ مؤمنان را الله با مدد خود بسنده است، زیرا الله در ملک خود پرتوان و پیروزمند است. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. و الله آنان را از اهل کتاب که به این لشکرها مددگاری کرده بودند از قلعه هایشان فرود آورد، یعنی یهودی های بنی قریظه، و در دلهایشان بیم و ترس افکند. پس شکست خوردند. گروه مردان جنگی را می کشتند و گروه زنان و کودکانشان را اسیر می گرفتند. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. ای مؤمنان، الله زمین و خانه ها و اموالشان که عبارت از زیور و چارپایان و سلاح بود و زمین های را که بر آنها پای ننهاده اید که آن زمین ها در نزد صاحبشان عزت و احترام داشتند به شما واگذاشت و الله بر هر کار تواناست. یا
أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جمیلا. ای پیامبر، به زنانت، آنان که گرد تو جمع آمدند و از تو نفقه زیاد طلب دارند بگو اگر خواهان زندگی دنیا و زینت‌های آن هستید بیاید تا شما را با هدیه مناسب بهره‌مند سازم و به طرز نیکو رهایتان کنم. و این کنتن تردن الله و رسوله و الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. و اگر خواهان رضایت الله و پیامبر او و سرای جنت دائمی آخرت هستید پس به هر حال صبر کنید. هر آینه الله به نیکوکارانتان پاداش بزرگ خواهد داد. پس آنها رازگی الله و رسولش را و سرای آخرت را اختیار نمودند. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وكان ذلك على الله يسيرا. ای زنان پیامبر، هر کس از شما به کار زشت آشکارا مرتکب شود الله عذاب او را 2 برابر می کند. این به سبب جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم و مرتبه بزرگی همسرانشان است و این بر الله آسان است. و من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. و هر کس از شما که فرمانبرداری الله و پیامبرش را دوام دهد و کاری شایسته کند نظر به دیگر زنان 2 برابر به او پاداش می دهم و برای او رزق نیک آماده کرده ایم و آن جنت است. یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ای زنان پیامبر، شما در منزلت و بزرگی مانند دیگر زنان نیستید. اگر از الله بترسید با اجرا نمودن فرموده هایش و دور بودن از نافرمانی هایش پس به آدمان نامحرم به نرمی سخن میگوید تا آن مرد که در قلب او مرض هست به طمع افتد و سخنی پسندیده بگوید که آن دور از شک و طبق شریعت باشد. یعنی رعایت کردن این آداب بر هر زنی مؤمنه که ایمان به الله و روز قیامت دارد واجب است. در ترجمه خطلانی چنین آمده است: ای زنان پیامبر، شما مانند دیگر زنان نیستید. اگر از الله بترسید پس به نرمی سخن نگوید تا آن مردی که در قلب او مرض هست به طمع افتد و سخنی پسندیده بگوید. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. و در خانه های خود بمانید
بجز برای حاجتی خیش بیرون نآید و چون در جاهلیت یعنی در دوران پیش از اسلام زینت‌های خود را آشکار مکنید و نماز را پورا در وقتش بگزارید و زکات مقرر کرده شریعت را بدهید و از الله و پیامبرش اطاعت کنید. ای اهل بیت، یعنی اهل بیت گفته زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم و ذریاتشان در نظر است. به تحقیق الله می خواهد پلیدی و ناپاکی ها را از شما دور کند و شما را از بدی ها پاک نگه دارد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آنچه را که در خانه هایتان از آیات الله یعنی قرآن و حکمت یعنی حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت می شود یاد کنید و به سنتش عمل کنید و احترامش را به جا آورید که نعمت الله است به شما ارزانی شده است. هر آینه الله دقیق و نازک بین است که شما را در خانه های قرار داده است. در آن آیات الله و سنت رسولش خوانده می شود و آگاه است که شما را از زمره همسران رسولش اختیار کرده است. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. البته الله برای مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان اهل طاعت و زنان اهل طاعت و مردان راستگاه و زنان راستگاه و مردان با صبر و زنان با صبر و مردان خدا ترس و زنان خدا ترس و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و مردان روزدار و زنان روزدار و مردانی که شرمگاه خود حفظ می کنند و زنانی که شرمگاه خود حفظ می کنند و مردانی که الله را بسیار یاد می کنند و زنانی که الله را بسیار یاد می کنند آمرزش گناه و مزد بزرگ آماده کرده است و آن جنت است. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه را شایسته نیست که چون الله و پیامبرش در کار حکم کردند آنها را در آن کارشان اختیار باشد که آن را کنند یا نه. مادامی که فرمایش الله و رسولش باشد به اختیار عمل کردن به آن حتمی است. هر کی از الله و پیامبرش نافرمانی کند به تحقیق در گمراهی آشکار افتاده است. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. و تو ای رسول با آن مرد یعنی زید ابن حارث که الله نعمتش داده بود و تو نیز نعمتش داده بودی گفتی زنت یعنی زینب بنت جحش را برای خود نگه دار و از الله بترس، در حالی که در دل خود آن چیز را که الله آشکار کننده است مخفی داشته بودی و از مردم می ترسیدی که بگویند محمد زنی طلاق کرده پسرخوانده اش را به زنی گرفت، حال آن که الله از هر کسی دیگر سزاوارتر بود که از او بترسی. پس چون زید از او حاجت خیش بگذاشت یعنی طلاقش داد به همسری تویش در آوردیم تا نمونه شوی مؤمنان را در زناشویی با زنان پسرخواندگان خود اگر حاجت خیش از او بگذاریده باشد یعنی اگر او را طلاق کرده باشد منع نباشد و حکم الله شدنی است. در ترجمه دیگر چنین آمده است و تو به آن مرد که الله نعمتش داده بود و تو نیز نعمتش داده بودی گفتی زنت را برای خود نگه دار و از الله بترس، در حالی که در دل خود آنچه را الله آشکار ساخت مخفی داشته بودی و از مردم می ترسیدی، حال آن که الله از هر کسی دیگر سزاوارتر بود که از او بترسی. پس چون زید از او حاجت خود برآورد به همسری تویش در آوردیم تا مؤمنان را در زناشویی با زنان فرزندخواندگان خود اگر حاجت خود از او برآورده باشند منع نباشد و حکم الله شدنی است. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. بر پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در انجام دادن آنچه که الله بر او حلال کرده است خرج یعنی گناه نیست، همچنان که الله برای پیامبران گذشته نیز چنین سنت نهاده بود و فرمان الله حساب شده و دقیق است باید حتما اجرا شود. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سپس الله تعالی پیامبران گذشته را ذکر نموده و آنها را ثنا گفته است، کسانی که پیام‌های الله را برای مردم می‌رسانند و تنها از او می‌ترسند و از هیچ کس جز او از کسی دیگر هراس ندارند. الله برای حساب کردن اعمال بندگانش کافی است. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، او رسول الله و حاتم پیامبران است، پس از او تا وقوع قیامت دیگر پیامبر نمی آید و الله به هر چیز از عملهای شما داناست و چیز از آن بر او پوشیده نیست. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ای کسانی که ایمان به الله آورده اید و عمل به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم کرده اید الله را با دل و زبان و عضوهای خود بسیار یاد کنید. وسبحوه بكرة وأصيلا. و در همه وقت به یاد الله باشد و هر بامداد و شام بعد نمازهای فرض او را تسبیح گوید، زیرا این دو وقتهای بزرگ هستند که محبت الله را جلب می نماید و زبان را از گناه باز می دارد و
بر کارهای نیک کمک می رساند و ذکر الله در این وقتها مشروع است، یعنی موافق است. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اوست که خود و فرشتگانش بر شما درود می فرستند، یعنی درود از جانب الله لطف و رحمت است و از جانب فرشتگان استغفار و دعای خیر است، تا شما را از تاریکی های کفر و گمراهی به سوی روشنی یعنی اسلام بیرون برد. زیرا الله با مؤمنان مهربان است، هم در دنیا و هم در آخرت، و آنها را عذاب نمی دهد مادامی که با اخلاص او را اطاعت می کنند. تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم أجرا کریما. روزی که با او در جنت دیدار کنند درودشان این است: سلام و از عذاب الله در امانند و الله برایشان پاداشی نیکوی آماده کرده است و آن جنت است. یا ایها النبی إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ای پیامبر، ما تو را برای رسانیدن دعوت فرستادیم تا شاهد و مژده دهنده برای مؤمنان و بیم دهنده برای عاصیان باشی. و داعیا الی الله بإذنه و سراجا منیرا. و دعوت کننده مردم را به فرمان الله به سوی او با یکتا پرستی و برایشان چراغی تابان باشی. و بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا. و ای پیامبر، مؤمنان را مژده ده که از سوی الله فضیلت بزرگ دارند و آن باغ‌های بهشت است. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. و کافران و منافقان را اطاعت نکن و از آزارشان درگذر تا تو را از تبلیغ رسالت باز ندارند. و در همه کار زندگیت بر الله توکل کن و کارهای مهم را بر الله بسپار و همین کفایه است که الله کارساز و حامی بنده باشد و او آسان گرداننده همه کار هاست. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. ای کسانی که ایمان به الله آورده اید و عمل به شریعت رسول او دارید، چون زنانی با ایمان را نکاح کردید و پیش از آن که با آنها همسری کنید طلاقشان گفتید، شما را بر آنها عده نیست که شما حسابی عده آن را بشمارید. پس آنان را هدیه مناسب دهید تا بهره‌مند شوند و به نیکوترین راه به خوبی رهایشان کنید. یا ایها النبی إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله
عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، برای تو حلال کردم آن همسرانت را که مهرشان را داده ای و این چنین کنیزانی را که الله در جنگ‌ها غنیمت تو گردانیده است و دختران عمک و دختران عمه‌ها و دختران تقا و دختران خاله‌های تو را که با تو هجرت کرده اند، ازدواج آنها را بر تو و نیز بر مؤمنان حلال کردم. و نیز زن مؤمنی که اگر خودش را بدون مهر به پیامبر بخشیده باشد، هرگاه پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد حلال کردم. این حکم مخصوص توست، یعنی خانه‌دار شدن با زن بدون مهر، نه برای دیگر مؤمنان. به درستی که ما دانسته ایم درباره زنان مؤمنان و کنیزانشان چی حکم حلال کرده ایم، یعنی مؤمنان را حلال نیست که از 4 زن بیش ازدواج کنند بجز از کنیزانشان و نیز شرط است باید در ازدواجشان ولی، مهر و شاهد وجود داشته باشد تا برای تو مشکل پیش نیاید و الله آمرزنده و مهربان است. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. از همسران خود هر کی را خواهی میتوانی همخوابیش را به تأخیر اندازی و هر کی را خواهی میتوانی با خود نگه داری و اگر از آنها که دوری داشته یکی را باز بطلبی بر تو گناه نیست. در این گزینش و اختیار باید که شادمان باشند و غمگین نشوند و از آنچه به آنها میدهی باید که خوشنود کردند و الله میداند که در دلهای شما میل محبت است به سوی بعضی از زنانتان، یعنی زیرا آنها میدانند تو امر واجبی را ترک نکرده و در ادا کردن حق که بر تو لازم است کوتاهی نورزیده ای و الله دانا است بر دلهای شما و بردبار است که گناهکاران را زود به عقاب نمیگیرد. معنای عقاب شکنجه و یا عذاب. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. بعد از این زنان دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و آن زنانی را که برای تو حلال کردم و نیز دیگر زنی به جای آنها اختیار کردن حلال نیست، هرچند تو را از زیبایی او خوش آید مگر آنچه به غنیمت به دست تو افتد و الله نظارت کننده هر چیز است
و هر کار را انجام دهی الله آن را می‌داند. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يأذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ای کسانی که به الله ایمان آورده اید و عمل به شریعت پیامبرش کرده اید به خانه های پیامبر داخل مشوید مگر شما را به خوردن طعام فرا خوانند به آن که منتظر بنشینید تا طعام حاضر شود. اگر شما را دعوت کردند داخل شوید و چون طعام خوردید پس از خوردن طعام پراکنده گردید نه آن که در آنجا برای گفتگو نشینید. البته این کارها پیامبر را آزار می دهد و او از شما شرم می دارد از گفتنی که خیزید و بروید با وجودی که حق به جانب اوست ولی الله از گفتن حق و اظهار آن شرم نمی دارد و اگر از زنان پیامبر چیزی پرسیدن خواهید از پشت پرده پرسید. این کار هم برای دلهای شما و هم برای دلهای آنها پاک دارنده تر است. شما را نسزد که پیامبر الله را بیازارید و نه آن که همسرهایش را بعد از وی هرگز بزنی گیرید. البته این کارها در نزد الله گناه بزرگ است. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. ای مردم اگر چیزی را از آزار دادن پیامبر آشکار کنید یا در دل خود مخفی دارید پس در هر حال الله به هر چیزی که در دلهایتان هست یا آشکار کرده اید آگاه است و در برابر آن شما را جزا می دهد. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. زنان را گناه نیست اگر در نزد پدران و پسران و برادران و برادرزادگان و خواهرزادگان و زنان همدینشان و یا کنیزان خودشان به حجاب باشند و باید که در همه حالت از الله بترسید یعنی زینت خود را ظاهر نکنید آنی را که ظاهر کردنش جایز نیست یا ترک کردن حجاب نزد کسانی که پوشیدن حجاب در نزد آنها واجب است. هر آینه الله بر هر چیز حاضر و ناظر است و شاهد عملهای ظاهری و باطنی بندگانش می باشد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. به تحقیق الله در نزد فرشتگان مقربش و نیز فرشتگانش به پیامبر صلوات می‌فرستند. ای کسانی که به الله ایمان آورده اید و به شریعت رسولش عمل کرده اید، بر او صلوات فرستید و سلام گوید. سلام نیکو. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا. هر آینه کسانی که الله را با شرک و معصیت و پیامبرش را با گفتار و کردار آزار می دهند، الله در دنیا و آخرت آنها را لعنت کرده و از تمام خوبی های دنیا و آخرت محرومشان گردانیده است و برایشان در آخرت عذاب خار کننده مهیا کرده است. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. و کسانی که مردان مومین و زنان مومین را به هیچ گناهی که کرده باشند می آزارند، پس در حقیقت تهمت و گناه آشکار بر دوش می بردارند و در آخرت مستحق عذاب می گردند. یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که چادر خود را بر سر پوشند تا سر و روی و سر سینه ها پوشیده باشند. این مناسب تر است تا به پاک دامنی شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند و الله آمرزنده گناهان گذشته شما است و به شما بسیار مهربان است که برایتان حلال و حرام را روشن ساخته است. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. اگر منافقان، یعنی منافقان کسانی اند که ایمان را بر زبانشان ظاهر می کنند و کفر را در ضمیر قلبشان پنهان می دارند و کسانی که در دلهایشان شک و شبهه و آنهایی که در مدینه آوازهای بر دروغ پهن می کنند و در دل مؤمنان وهم می اندازند، از کاری بد خود باز نیستند، هر آینه ما تو را بر آنها غالب می گردانیم تا از این پس جز اندک با تو در مدینه همسایه نباشند. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اینها لعنت شدگانند و از رحمت الله محرومند، هر جا یافته شوند باید دستگیر کردند و به سختی کشته شوند، مادامی که به غضب بدشان خبرهای بر دروغ را بین مسلمانان رواج داده بر نفاقشان پایدار و استوارند. سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت الهی یعنی اسیر گرفتن و کشتن منافقان که در میان پیشینیان
جاری بوده است که هر کجا یافته شوند باید اسیر گرفته شوند و به سختی کشته شوند و هرگز تو ای پیامبر در سنت الهی تغییر نخواهی یافت. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. تو را از آمدن قیامت می پرسند ای محمد صلی الله علیه و سلم، بگو برایشان همانا معرفت آن نزد الله است و تو چی می دانی ای پیامبر شاید آمدن قیامت نزدیک باشد. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. البته الله کافران را لعنت کرده و از رحمت خودش آنها را در دنیا و آخرت محروم ساخته است و برایشان در آخرت آتش سوزان مهیا کرده است. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. که در آن آتش جاویدانند و هیچ دوست و یاور نخواهند یافت که آنها را از آتش بیرون آرند. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. روزی که رویهایشان را در آتش دور زنانند حسرت و افسوس خورده میگویند ای کاش در دنیا الله و رسولش را اطاعت می کردیم و از اهل جنت می شدیم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. و روز قیامت کافران گویند ای پروردگار ما از سروران و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنان ما را از راه حق و ایمان دور کرده گمراه کردند. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ای پروردگار ما عذابشان را دوچندان کن و به لعنت بزرگ گرفتارشان ساز. یعنی در این آیت دلیل است که مخالفت امر الله و رسولش موجب غضب الله و عقابش یعنی عذابش است. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ای کسانی که به الله ایمان آورده اید و به شریعت رسولش عمل کرده اید مباشید مانند آن کسان که موسی را با گفتار و کردارش آزرده کردند و الله او را از آن عیبی که برای او دروغ گفته بودند پاک ساخت و موسی نزد الله آبرومند بود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ای کسانی که به الله ایمان آورده اید و به شریعت رسولش عمل کرده اید از الله بترسید، فرموده هایش را به جا آورید و از من کرده هایش دور باشید تا موجب عقاب او نگردید و سخن درست بگویید که از دروغ و باطل پاک باشد. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله کارهای شما را به صلاح می آورد و گناهایتان را می آمرزد و هر کی از الله و پیامبرش اطاعت کند پس در حقیقت در دنیا و آخرت به کامیابی بزرگ نائل شده است. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما این امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، پس آنها از تحمل آن روی گردانیدند و از آن ترسیدند که شاید این طلب را به جای آورده نمی توانند. انسان به ناتوانی خود آن امانت را بر دوش گرفت که هر آینه او ستمکار و نادان بود. یعنی و آن امانت عبارت است از اطاعت فرمانهای الله و پرهیز از چیزهای حرام. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. تا الله مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرک و زنان مشرک را عذاب کند و توبه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بپذیرد که الله آمرزنده و مهربان است برای بندگانی که توبه می کنند. سوره احزاب یعنی گروه ها در مدینه نازل شده است و از 73 آیت عبارت است. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. اگر ترجمان و یا ما کجای به خطا راه داده باشیم، الله ما را بیامرزد.